طلاق مریم خرمی از همسرش و شروع کارهای غیر اخلاقی مریم خرمی در کشور کانادا. مریم خرمی صاحب فرزند چهارم شد. دلیل دوری مریم خرمی از رسانه‌ها چی بوده است؟ این دختر خانم اکنون در چی وضعیت و در کجاست؟ مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باش. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. مریم خرمی مجری موفق، چهره شناخته شده، یکی از محبوب ترین مجریان با استعداد و توانای افغان در زمان خودش بود. وی کارهای هنریش را از برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان شهرت خوب کسب کند. وی توانست در برنامه بامداد خوش تلویزیون طلوع با ایمل آصفی شهرت خوب کسب کند. مریم خرمی بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور امریکا بست. وی در آن کشور زندگی خوش و آرامی داشت و صاحب فرزندان شد. تازه تصاویر مریم خرمی در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی از رسانه ها به دور شده است و به همین دلیل از همسرش هم جدا شده است و به کارهای غیر اخلاقی روی آورده است و قرار است در بزرگترین فیلم ها در کشور کانادا و امریکا نقش ایفا کند. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست، اما چند قبل مریم خرمی صاحب دختر شد و زندگی خوبی را در صفحات مجازی از خودش گذاشته است، اما هیچ زمان تصاویر خود و همسرش را در صفحات مجازیش نشر نکرده است. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست، ولی ما زندگی خوش و آرامی برای تک تک از شما همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.